متخصصان میگویند که شاید کابل در آینده به نخستین پایتخت در جهان تبدیل یابد که کاملا از آب محروم می شود. سبب این فلاکت احتمالی به قول متخصصان افزایش با سرعت اهالی، تغییرات اقلیم و مدیریت نادرست است. در 10 ساله گذشته سطح آبهای زیرزمینی پایتخت افغانستان تا 30 متر پایان رفته است و تقریبا نصف چاه‌های عمیق شهر و منبع اساسی آب آشامیدنی ساکنان خشک شدند. آمارهای اضطراب‌انگیز از یک تحقیق سازمان غیر حکومتی مرسی کورپس است که در افغانستان انجام دادند. همکارم طاهری سفر این گزارش را ورق زد و قبل از برنامه از آن نخست درباره جزئیات تحقیقات پرسیدم. بر اساس تحقیقات سازمان مرسی کورپس و گفته متخصصان افغان که با رادیو آزادی صحبت کردند، ذخیره‌های آبی زیرزمینی کابل را همچنین بیشتر از 100,000 ناسازهای غیر قانونی آبکشی و صدها کارخانه و گرمخانه خالی می‌کنند. نجیب الله سعید، پژوهشگر منابع آب و تغییرات اقلیم و مقیم آلمان، میگوید که کابل در مساحت تقریبا 400 هکتار گرمخانه دارد که سالانه حدود 4 میلیون متر مکعب آب مصرف می‌کنند. بیشتر از 500 کارخانه آبی نوشاکی نیز در کابل فعالیت دارند و تنها یک شرکت مثل شرکت الاکوزای که بزرگترین شرکت نوشابه‌سازی در شهر است، هر سال حدود 1 میلیون متر مکعب آب زیرزمینی مصرف می‌کرده است. سازمان ملل هشدار داده است که اگر تدبیرهای فوری اندیشیده نشود، آبهای زیرزمینی کابل تا سال 2030 کاملا تمام شوند و موج بزرگ مهاجرت را به راه خواهد انداخت. قسمت‌های زیادی از کابل حالا کاملا بی آب ماندند و ساکنان تنها به مقدار محدودی آب قناعت می‌کنند که از ماشین‌های آبکشی می‌خرند. یک ساکن تایمانی محله نسبتاً ثروتمند کابل به رادیو آزادی گفت که 4 مزد ماهانه‌اش را برای خرید آب خرج می‌کند. مزد ماهانه‌اش تقریباً $300 بوده است و کمش $70 برای خرید آب خانواده 10 نفریش مصرف می‌شود. مصاحب رادیو آزادی افزود کسانی که زورشان به خرید آب نمی‌رسد چند کیلومتر دورتر رفته از محله‌هایی که نسازهای عمومی دارند آب می‌آورند. حتی در هوای داغ تابستان در کابل هم بسیاری از بناهای استقامتی شهر هفته تنها 1 یا 2 مرتبه آب می‌گرفتند. سوال دیگر از همکارم این بود که آیا حکومت‌های پیشین برای اصلاح این وضع و بهتر کردن تامین مردم با آب پاک کارهای انجام دادند؟ حکومت پیشین و تحت حمایت غرب در افغانستان که سال 2021 سقوط کرد، بر طبق گزارش بانک جهانی برای تعمیر و ترمیم شبکه‌های آبیاری بیش از $4 میلیارد کمک گرفته بوده است، ولی بسیاری از سیستم آبیاری کابل و دیگر مناطق کشور هنوز هم فرسوده و کهنه باقی ماندند. رادیو آزادی از مقامات طالبان خواست که مسئله را شرح دهند، اما پاسخ نگرفت. ولی بسیاری از کارشناسان افغان بر این نظرند که اگر چاره‌های قطعی و زودتر اندیشیده شود، ممکن است که پیش روی خشکی و کم‌آبی در شهر کابل را بگیرند. در سالهای اخیر استفاده از آبهای زیرزمینی بیشتر بوده که یک فشار روی منابع زیرزمینی وارد میکنه و به این اساس هم سطح آب هم پایین میفته. پلان های قبلا هم موجود بود، یک چیز کارهای دیگه آخر هم صورت گرفته که روی آبهای سطحی سرمایه گذاری شده در داخل و اطراف کابل. ایجاد بندهای آبی مهم است که ایجاد شود و مصرف شهروندان چی با مقصد آشامیدن باشه و یا هم به خاطر فعالیت‌های صنعتی از آب، ما میتونیم که منبع آب را ما صرف از آب‌های زیرزمینی تامین نکنیم و روی آب‌های سطحی در افغانستان یا در کابل عموم سرمایه گذاری صورت بگیره. از جمله راه‌های پیشنهادی ساختن سد و آب انبار شاهتوت در 30 کیلومتری جنوب و غرب کابل است. اگر این سد را بسازند، بیشتر از 2 میلیون ساکن کابل با آب آشامیدنی تامین می شود و ذخیره‌های زیری زمینی آب هم دیگر باره پر می شوند. طرح دیگر کشیدن لوله 200 کیلومتری برای انتقال سالانه بیش از 100 میلیون متر مکعب آب از رودخانه پنچیر است که این طرح هم پیش بینی شده است و تحقیقات هر دو طرح در زمان حکومت پیشین افغانستان انجام یافته است. سازمان‌های امدادی به مثل کمیته بین المللی صلیب سرخ و بنیاد کودکان سازمان ملل سالهای اخیر
در افغانستان چندین طرح را عملی کردند تا صدها هزار نفر با آب پاک آشامیدنی تامین شوند. با گفته کمیته بین المللی سال 22 سال 2024 همین سازمان 1300 نساج دستی و بیشتر از 1800 فیلتر در ولایت افغانستان نصب کرده است تا مردم آب آلوده استفاده نبرند. اما با وجود این تلاش اگر حکومت فوراً چاره ناندیشد و زیربنیادهای تامین آب ساخته نشوند، احتمال دارد که بحران نارسایی آب در کابل ادامه کند و در نهایت حدود 3 میلیون نفر یا تقریبا نصف اهالی شهر ناچار کابل را ترک کنند و به جای بروند که آب داشته باشد. تشکر. همکارم طاهر سفر بود با خلاصه های گزارش درباره تحقیق اضطراب‌انگیز دانشمندان از اینکه شهر کابل افغانستان میتواند تماما به آب ماند.